زعفران طلای سرخ ایران که گرانترین ادویه جهانه، از هزاران سال پیش در ایران توی آشپزی و داروسازی استفاده می شده. زعفران از طریق تاجرای ایرانی به کشورهای اروپایی میرسه و در انگلیسی به شکل زعفران ثبت میشه. سالهای خیلی دور لیمو از فارسی وارد زبان لاتین میشه. لمن و لمنه در واقع همون لیمو و شربت آبلیموی خوشمزه خودمونه. واژه انگلیسی اورنج از کلمه فارسی نارنج گرفته شده که به معنی میوه پرتقال و یا نارنج و همینطور رنگ نارنجیه. ما اینجا با اسم 3 تا گیاه که از زبان فارسی به زبان لاتین سفر کردن آشنا شدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.